الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اول تر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را بی نهایت سپاسگزار هستیم و تشکر می کنیم که در این هفته جدید و روز شنبه باز هم برای ما توفیق عنایت فرمود که در یک برنامه دیگری از طریق صفحه کنار هم باشیم. موضوعی که امروز می خواهم در موردش صحبت بکنم یک موضوعی خیلی ها مهم هست. موضوعی که اکثریت پیرامون این موضوع نمیتونن از کسی بپرسن و همچنان بنابر بعضی مسائلی که برشان مبهم و گنگ مانده، بعض اشتباهات در موضوع ازشان صورت میگیره که اون موضوعی که امروز میخواهیم در موردش بحث بکنیم آداب همبستری هست. همبستری یا جماع. همبستری یا جماع یکی از نیازهای فطری انسان هست. برای کدام کسی سوال ایجاد نشوه که این موضوع چی موضوعی خواد بود. یکی از ویژگی های دین اسلام شمولیت و فراگیری تمامی امور دنیوی و اخروی هست. می قسمی که اسلام از آخرت بحث میکنه، از دنیا هم بحث میکنه. همین قسمی که از نماز بحث میکنه، از تجارت هم بحث میکنه. پس چون همبستری یکی از نیازهای فطری انسان هست، اسلام میخواهد در این مورد هم آدابی داشته باشه. اگر این غریزه‌ای که در درون انسان نهاده شده از راه حلال آن پی گرفته شوه و از راه حلال در این مورد کسی وارد شوه، فواید بسیار برای بشریت داره. از وقتی که اسلام در این مورد بحث کرده و جاهای متعدد بیان فرموده، ما هم باید آدابش را مد نظر داشته باشیم. کسایی که متأهل هستن، ازدواج کردن، این شوهر و همسر هستن، اونا باید این آداب را خیلی جدی رعایت بکنن. این مسائل را ناچیز و مسائل پیش پا افتاده فکر نکنن. اولین ادبی که در همبستری باید یک کسی مد نظر داشته باشه که همیشه در آداب، بخش آداب که یادآوری میکنیم، این اولین آداب در اکثریت موضوعات ما بود. از جمله اولین این در میان آداب یک موضوع اولین ادب همین موضوع را ذکر کردیم. اون نیت نیک هست. این وقت انسان با همسرش این عمل را انجام میده باید تجدید نیت بکنه. نیت خیش را نیک بگردانه تا همی عملش هم به عبادت تبدیل شوه. یعنی میشه همی عمل هم عمل همبستری به عبادت تبدیل شوه و در قبال از این عملش الله متعال برای هر دو طرف پاداش نصیب بگردانه. یعنی قبل از اینکه یک انسان میخواه همبستر بشوه چند چیز را در نیت خود داشته باشه. اولی که درخواست فرزند صالحی که الله متعال را عبادت بکنه با یگانگیش و همچنان پس از مرگ برای والدین خود دعا بکنه. یعنی اولین نیت کس در ذهن خود در مورد همبستری می داشته باشه این نیت باشه که الله متعال مرا فرزند صالح، مصلح، یک فرزند مفید در جامعه الله متعال مرا نصیب بگردانه. دوم نیت کسی می داشته باشه پیشه کردن پاک دامنی. یعنی به این خاطر هم بستر شوه که ما پاک دامن باقی بمانم، چشم ما به طرف نامحرم نیفته
و من تقاضاهای نامشروع در ذهن ما و در فکر ما ایجاد نشود، در قلب ما ایجاد نشود و ما به طرف کارهای حرام حرکت نکنم که هم چشمش محفوظ بمانه و هم شرمگاهش محفوظ بمانه و ایره به خاطر پیش دامنی، یعنی پاک دامنی کار را پیشه بکنه که کار برش ثواب هم برش داده شود. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که و فی بضع احدکم صدقه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که در همبستری شما، یعنی در نزدیکی با همسرتون که شما با همسرایتون نزدیک میشین، برای شما صدقه هست. یک صحابی گپ برش جالب تمام شد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یکی ما از ما شهوتش برآورده میکنه، آیا برای او هم اجر و پاداش هست؟ رسول الله خیلی گپ جالب برش گفت آیا اگر امی کار خود را، امی غریزه خود را در راه نامشروع مصرف بکنه، آیا برش گناه هست؟ گفت بله گناه هست. گفت پس اگر در راه مشروع مصرفش میکنه، در راه حلال مصرفش میکنه، پس برش پاداش نوشته میشه. وقتی که این نیت را ما داشته باشیم، بازی کار به جایی که یک عادت باشه، بازی به عبادت تبدیل میشه. و در ضمن این نیت را انسان داشته باشه حفظ پاک دامنی همسرش. کسی که میخواه همبستر شوه، این نیت در ذهن خود داشته باشه که خانمش باید پاک دامن باقی بمانه، همسرش باید پاک دامن باقی بمانه. همین قسمی که یک مرد شهوت داره، این غریزه را داره، زنها هم دارن. همین قسمی که مرد میخواه خواهان ارضای غریزه جنسی هست، زن هم ایره میخواه. باید این نیت را انسان داشته باشه. خیلی اوقات میشه که یک انسان قصد پاکدامانی داره، فقط قصد پاکدامانی خود را داره، نه از طرف مقابل را، از طرف مقابل را نداره. این نیت خیلی نیکو نیست، این نیت خیلی زیبا نیست. بس این نیت را انسان در خود داشته باشه که هم حفظ پاکدامانی خود ما و حفظ پاکدامانی همسرش در نیتش باشه. این بهترین نیت برای همبستری هست. پس اولین ادبی که ما و شما باید رعایت بکنیم و کسایی که ازدواج کردن متأهل هستن، اونها باید رعایت بکنه امی است که نیت نیکو داشته باشن. در هر امر نیکو نیت نیکو به کار هست تا او کار ارزشمند شه و کار در نزد خدا ارزش پیدا بکنه. دومین ادبی که ما و شما باید مد نظر داشته باشیم در مسائل همبستری، آمادگی لازم برای همبستری. برای هر کاری کسی یک آمادگی می داشته باشه. برای هر کاری بدون آمادگی در یک کار داخل شدن، عجولانه و سریعا داخل شدن، کار را به جای نمی رسانه، کار غیر مفید میشه. یعنی هر یکی از زوجین، همسر و شوهر، باید آمادگی برای همبستری داشته باشند، هم از دید لباس خود، هم از دید نظافت خود، هم از دید عطریات خود، هم از دید زینت خود، هم از دید آرایش خود، تا ما انگیزه‌ای که در درونشان وجود داره او برای انگیخته شوه، انگیزه شهوانی که در درونشان وجود داره، اما عشق و انگیزهشان برانگیخته شوه و سبب ارضای غریزه جنسی دو طرف شوه و نیاز فطری که در درونشان وجود داره او برآورده شوه. متاسفانه گهگاه امروز واضح صحبت میکنیم، صریح صحبت میکنیم، چون این مسائل پوشیده مانده. خیلی اوقات گهگاه خانم و شوهر این همبستری یک کار اضافی فکر میکنن. کار اضافی نیستی. روانشناسا میگه متاسفانه در بین ما مردم وجود داره که اگر قصد حمام کردن می داشته باشن، قصد حمام کردن می داشته باشه، میگه بیا بخیر یک همبسترم میشیم، باز بعدش حمام میکنن. نه خیر، قانونی اصلی و اساسی است که تو باید وقتی که میخواهی همبستر شوی باید غسل بکنه، لباس مناسبی که برای همبستری مناسب هست او رو باید بپوشی، عطر استفاده بکن، بعدش همبستر شوی. ولی متاسفانه با اون لباسای ناپاک و اون نظافت نامناسب نزدیک شدن و همبستر شدن باعث ارضای غریزه جنسی به معنای واقعیش نمیشه. یک طرف حتما ناراض می باشه، بالاخص و کسایی کارهای ثقیل دارن، کارهای سخت دارن، بدنشان عرق میکنه، بدبو میشه. دو طرف نباید از یکی دیگه متنفر شوه. یعنی کار نکنن اینها از دید نظافت خود، از دید خوشبویی و بدبویی، یعنی این تو کار نشوه که باعث نفرت یک طرف شوه. به خاطر که یک طرف اگر نفرت بکنه
باز این غریزه جنسی به معنای واقعیش، یعنی ارضای غریزه جنسی به معنای واقعیش نمیشه. حتما یک طرفش بالایش تحمیلی می باشه، یک طرف دوست نمی داشته باشه که طرف مقابل نباید با من نزدیک میشد، چی همسر باشه و چی شوهر باشه، این چه خانم باشه چی شوهر باشه، هر دو طرف باید نظافت رعایت بکنه، هم نظافت لباس، هم نظافت بدن، هم نظافت شرمگاه، هم نظافت دهن و تمامی مسائل را باید مد نظر داشته باشه. خلاصه گپ، هر موضوعی که باعث ازی میشه که یکی از دو طرف ازی هم بستری نفرت پیدا بکنه و موضوع باید حل باشه. آمادگی لازم رو به این کار داشته باشن از هر دید، حتی اگر دید کلمات باشه، کلمات عاشقانه استفاده کردن برای دو طرف، نباید در این مسائل کمبوتی باشه. و همچنان از دید دهن، از دید عطر، از دید لباس، از دید مسائل آمادگی درونی تمامش باید باشه. بعدش وقتی این سنت است، رسول ما صلی الله علیه و سلم این ملاعبه را، یعنی بازی کردن را با همسر یا دو طرف، این سنت پنداشته. اسلام دینی نیست که فقط از نماز بحث بکنه، از زکات بحث بکنه، از روزه بحث بکنه، دیگه جوانب را با تمامی مسائلش مد نظر گرفته. این باید مسلمان من حیث یک مسلمان، من حیث کسی که پیرو اسلام هست، باید مد نظر داشته باشه. در غیر صورت این گپ را اگر کسی عادی میپنداره، در نهایت در آینده ها مشکلات خیلی ایجاد میکنه در خانواده. گاهی بعضی جوانات تماس بگیرن، هم از طبقه خواهرام، هم از طبقه برادرها، که خانم ما یا شوهر ما در همبستری مشکل داره. همین قسمی که دیگه چیزها مهارت کار داره، دیگه چیزها برنامه کار داره، دیگه چیزها فهم و دانش و علم کار داره، این هم علم کار داره. گپ عادی نیست. دیگه ادبی که باید رعایت شوه، یاد الله متعال و خواندن دعای همبستری. این هم دعا داره، هم بستر شدن، جمع کردن از خود دعا داره. وقتی که ما دعا میکنیم، در حقیقت در واقع ما اعتراف به نعمت الله متعال میکنیم. داشتن همسر، هر دو طرف خانم و شوهری داشتنی ازی خودش یک نعمت پروردگار هست. وقتی که یک انسان دعا میکنه، از الله متعال طلب برکت میکنه، در حقیقت اعتراف به نعمت پروردگار کرده که الله متعال سپاسگزار هستم به خاطر دادن این نعمتی که به من نصیب کردی. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله، میگه اگر یکی از شما میخواست با همسرش هم بستر شود، در ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم بگویه. در ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم بگویه، بعدش این دعا را بخونه که اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. این دعا را باید بخونه. که علت این دعا چی است؟ اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. این را از این خاطر بخونه که در همبستری شیطان دخالت نداشته باشه. وقتی که توالد و تناسل صورت میگیره، وقتی که اینها میخواه که در آینده نسل بدور از شیطان داشته باشن، نسل که شکار شیطان نشه، اونها باید در ابتدای همبستریشان، در ابتدای جماعشان باید این دعا را بخونه که الله متعال اینها را از شر شیطان محفوظ بداره. این دعا در واقع برای حفاظت فرزندا از شر شیطان هست. این فرزندایی که از این همبستری در آینده به وجود میه، باید اونها از شر شیطان در امن و در بمانند و محفوظ باقی بمانند. دیگه ادبی که باید رعایت شود، پوشش و عدم برهنگی کامل. در هر چیز باید تعادل مد نظر گرفته شود. در هر چیز باید تعادل مد نظر گرفته شود. کارها انسانی باشه، عمل همبستری انسانی باشه و در ضمن با مو قوانینی که اسلام برای ما رعایت کرده او قوانین مد نظر گرفته شود. بعضی همبستریایی که حکایت میشه، همبستری در واقع همبستری دو انسان هست ولی عمل حیوانی هست. این کار نباید شود. که یکی از اون موارد که باید رعایت شود، پوشش و عدم برهنگی کامل. با برهنگی کامل دور از حیا هست که یک انسان کاملا دو طرف که همبستر میشن یا جمع میکنن با هم، اینها نباید کاملا اینها برهنه باشن. درست است اگر لباس نمی باشه، بالایشان باید یک پرده باشه. بالایشان باید یک پرده باشه که عورتشان، بالاخص عورتای یعنی عورت غلیظه‌شان نباید معلوم شود. این از ادب دور است که دو کسی که با هم بستر میشه در وقت همبستریشان پرده یا حجاب بالای خود نیندازن. دور از حیا هست. یعنی وقتی که انسان در حالت شهوانی قرار میگیره،
در اوج شهوت قرار میگیره و میخواد ارضا بکنه، دیگه چیزها رو نباید فراموش بکنه. حیا نباید فراموش شوه. درست است که دو داخل اتاق کسی وجود نداره، دو موقعیتی که همبستری صورت میگیره کسی وجود نداره. انسان امی ذهنیت را، امی مفکوره در ذهن خود داشته باشه که الله مرا میبینه، الله مرا میبینه. دیگه چیزا رو باید ما کاملا رعایت بکنیم. یک کسی نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اومد، یک صحابی گفت من عورت خود رو به کی نمایان بکنم و به کی نمایان نکنم، این از کی بپوشم و به کی آشکار باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود احفظ عورتک الا من زوجتک، میگه عورت حفاظت بکن مگر از همسرت. عورت حفاظت بکن از همسرت نی. و ما ملکت یمینک، و چیزی که مالکش گشتی که او مسئله جداگانه است، تشریح کار داره. عورتت حفاظت بکن مگر از همسرت. او مشکل نداره که ببینه، همسری دو طرف میتونه عورت همدیگر ببینن، اما در وقت همبستری و در وقت جماع باید پرده بالای اینها باشه تا حیایشان محفوظ بمانه و خدا را مد نظر داشته باشن. واضح تر بگویم دیگه ادبی که باید رعایت شوه. پیشترم یادآوری شد شوخی و معاشقه قبل از انجام عمل. من پیشترم یادآوری کردم که ملاعبه کردن، بازی کردن با همسر این سنت هست، سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. واضح تر ای است که چیزی که باعث تحریک غریزه جنسی دو طرف میشه او باید موجود باشه. اگر او با آغوش گرفتن باشه، او مقدمه چینی های دیگه باشه، شوخی باشه، یا بعضی موارد یا کلمات زیبایی که باعث تحریک غریزه جنسی دو طرف میشه، او باید موجود باشه. امیر معاشقه گفته میشه. یعنی هر چیزی که باعث تحریک غریزه جنسی طرف میشه، چی زن باشه و چی مرد باشه، هر دو طرف باید استفاده بکنن. البته که از حد مشروعیتش بیرون نشه، از حد مشروعیتش بیرون نشه، کار نشه و کار باز کار حیوانی باشه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید نساؤکم، ببخشین آیت قرآن کریم هست نساؤکم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنین. میگه زنهای شما برای شما کشزار هستن، میگه شما با اینها به کشزار خود درآیید. ان شئتم، هر قسمی که شما میخواهین. خود کلمه انا در اینجا بعض علمای رو به معنای کیفه گرفتن. کیف شئتم به هر قسمی که شما میخواهین. شما با همسرتون هم بستر شوین، هر دو طرف موضوع هست. با او هم بستر شوین به هر طریقه‌ای که برای خودتون خوشایند هست، به هر طریقه‌ای که هر دو طرف میخواه. پس طریقه از این خاطر یادآوری میشه، روش از این خاطر یادآوری میشه که یک روش را خانم بپسنده و یک روش شوهر. هر روشی که برای اینها لذت بخش باشه باعث تحریک ارضای، باعث تحریک قوه جنسی اینها میشه، غریزه جنسی اینها میشه. از روش اینها باید استفاده بکنن. در اون روش شرمی وجود نداره، در اون روش بازو جای شرم نیست که کسی بگه شرم است. مسائل شرم وجود نیست. دیگه ادبی که باید رعایت شوه در صورتی که نزدیکی از جلو باشد، هر گونه که شخص بخواد نزدیکی بکنه. اکثریت سوال میکنن از راه عقب نزدیک شدن حرام هست. فقط اجازه هست از همون راهی که طفل تولد میشه، از راه پیشرو اجازه هست. این راه پیشرو باز به هر طریقه‌ای که میشه مشکل نداره. گپ مرا دقیق بفهمین. از راه عقب اجازه نیست، دخول از راه عقب اجازه نیست، داخل کردن از راه عقب اجازه نیست، از راه دوبر. از راه پیشرو اجازه هست و روش به خودتون متعلق هست، روشش به خودتون متعلق است. اگرچه از راه عقب باشه ولی به راه پیشرو، به راه تولد، این راه تولید طفل باشه، یه مشکل نداره. از راه عقب ولی هدف کجا باشه؟ هدف همون جای راه پیشرو باشه، راهی که طفل تولد میشه. واضح تر اینو میگم که کسی که با همسر خود نزدیک میشه، راه جلو باشه، این راه پیشرو، راه جایی که طفل تولد میشه، او دیگه فرق نمیکنه که به کدام روش تو استفاده میکنی، به کدام روش خوشایند برای هر دو طرف است، اونا خودشان میتونه. من پیشتر این آیه رو خواندم که نساؤکم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم، یعنی کیف شئتم، به هر کیفیتی که شما میخواهین. فقط راه جلو باشه، کیفیتش مربوط شما میشه. روایت است که روز حضرت عمر رضی الله عنه نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله هلاک شدم.
عمر رضی الله عنه نزد پیامبر آمد، گفت هلاک شدم. پیامبر برش فرمود چه چیزی تو را هلاک کرده؟ گفت راه سفر خیش را دیشب تغییر دادم. کنایه از این است که تغییر دادن راه همبستری. رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمید که عمر چی میگه رضی الله عنه. هدف عمر رضی الله عنه ای بود که ما امشب همبستر شدم ولی روش تغییر داشت. آل روش عمومی که در بین مردم وجود داره، در میان مردم، در میان اکثریت خانم‌ها و شوهرها وجود دارن، است که روبرو اینها به هم بستر میشن، روبرو، یعنی اردو رویشان طرف همدیگه می باشه. ولی عمر رضی الله عنه راه جلو رفته، از راه جلو داخل کرده، دخول صورت گرفته، ولی روشش فرق داشته. یعنی تو به این معنا نیست که از راه عقب نزدیک شده باشه، از راه دوبر نزدیک شده باشه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این آیه را برش تلاوت کرد که نساؤکم حرث لکم. اول پیامبر در جوابش چیزی نگفت، بعدش این آیه نازل شد که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، یعنی کیف شئتم، کیفیتش دست شما هست، ولی راه جلو باشه. و رسول ما صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث را احمد نقل کرد، ترمذی و نسائی هم نقل کرد، از ابن عباس روایت است که میگه شما با خانمایتان هم بستر شوین مگرم که راه پشت نباشه، از راه عقب نباشه و همچنین در حالت حیض نباشه. این در حالتی که عادت ماهوار می باشه، در حالت نباید کس نزدیک شه و حرام هست نزدیک شدن در این مورد، و در این راه و در این تو حالت نزدیک شدن حرام هست، نباید کسی نزدیک شه. پس این چیز را مد نظر داشته باشن. دیگه از آدابی که باید رعایت شوه، دوری کردن از دوبار، از پیشتر اشاره شد، دوری کردن از دوبار است که از راه سوراخ عقب، یعنی دوبار اکیداً بارها پیامبر نهی کرده. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که حدیث را احمد، ابن ماجه و نسائی نقل کرده، میگه ان الله لا یستحیی من الحق لا تأتوا النساء فی ادبارهن. میگه الله متعال از حق شرم نمیکنه، الله از حق شرم نمیکنه، از بیان حق الله متعال شرم نمیکنه و ما هم نباید از بیانش بشرمیم و نباید از شنیدنش بشرمیم. رسول الله میفرماید لا تأتوا النساء فی ادبارهن، میگه شما نزدیکی نکنین با همسرایتان، با خانمایتان از راه پشت نزدیکی نکنین، فقط روش مربوط شما راه جلو باشه. دیگه ادبی که باید رعایت شوه، پرهیز از نزدیکی بازن در حالت حیض که پیشتر یادآوری شد، هم از راه دوبار از راه عقب نباشه و هم از در حالت حیض نباشه. این در حالت عادت ماهوار. الله متعال میفرماید سوره بقره آیه 222 فاعتزلوا النساء فی المحیض. قرآن میگه شما در حالت عادت ماهوار از زنها دور باشین، کنارگیری بکنین. اما یک چیزی که باید رعایت شوی است که کسی با همسر خود هم بستر نشه در عادت ماهوارش، ولی استمتاع کرده میتونه. استمتاع به این معنا که دیگه لذت های جنسی برشان اجازه هست، ملاعبه و معاشقه، تمام مسائل اجازه هست برشان. حتی یک روایت آمده که حدیث را ابو داود نقل کرده از یک همسرای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. رسول الله فرموده که وقتی که شما در حال میخواستین در عادت ماهوار با همسرتان در یک بستر بخوابین، مشکلی نداره که در یک بستر باشه، اما از زیر ناف تا زیر زانو باید این پوشیده باشه، این باید بپوشند، این باید باز نباشه، بالایش یک تکه رخت باشه یا لباس خوابی که وجود داره او باید باشه. بعدش کس استمتاع گرفته میتونه، ولی از راه شرمگاه استفاده کردن میتونه، ولی به شرطی از که زیر ناف تا زیر زانو باید پوشیده باشه، بالایش یک پارچه و تکه‌ای باید انداختگی باشه، بعدش استفاده کردن میتونه. در غیر صورت استفاده کردن حرام هست. دیگه ادبی که باید رعایت شوه، مرد پس از انزال کمی تأخیر کنه تا زن نیز ارضا شوه. متاسفانه یک مشکل خیلی جدی که وجود داره که باید مردها این مشکل خود را حل بکنه و این است که زود انزالی در اکثریت مردها وجود داره. به خاطر که دید اکثریت مردها دید جنسی هست نسبت به زن. هر زن که میبینه در ذهنشان امو غریزه جنسی در ذهنشان و در فکرشان یا غریزه جنسیشان به حرکت در میه
و اینا وقتی که نزدیک میشن حاجت خیش را برآورده میکنن، ولی همسر طرف مقابل اما تو باقی میمانه. اولی مشکل رو باید به دکتر مراجعه بکنن، به دکتر مراجعه بکنن، دکتر مشکلشون حل بکنه. ولی اگر دکتر اکثریت گاهی پیشنهاد میکنه که مشکل ما حل نشدی، مشکل ما حل نمیشه، وقتی که حل نمیشه من پیشتر یادآوری کردم از ملاعبه و معاشقه و سایر مواردی که باعث تحریک غریزه جنسی همسرتان میشه، از اون مورد استفاده بکنن تا باعث ازی شود که اگر همسرتان در 10 دقیقه یا 20 دقیقه یا نیم ساعت ارضا میشه، اگر ملاعبه باشه، بازی کردن و شوخی کردن باشه و مسائلی که باعث تحریک غریزه جنسی خانمتان میشه یا همسرتان میشه، او را اگر شما استفاده بکنید، از او روش استفاده بکنید، او زودتر انزال میشه. اگر از او روش استفاده نکنین، نه عدالت هست و نه هم انصاف هست و نه خانمتان به پاکدامنی میرسه. حالی که وقتی که یک خانم به پاکدامنی نمیرسه و به طرف دیگه میلان پیدا میکنه، در حقیقت به این معنا هست که شوهر نمیتونه که او را ارضا بکنه، شوهر نمیتونه که او را به اوج لذت جنسی برسانه. اکثریت شوهرها عادتشان هست که فقط میخوان خودشان ارضا شوه، خودشان راحت شوه، ولی طرف مقابل باقی میمانه، طرف مقابل اموتو در اوج لذت جنسی باقی میمانه. این باعث مریضی های گوناگون به طرف مقابل میشه و همچنان باعث ازی میشه که خانمش از همبستر شدن دیگه خسته میشه، باز لذت نمیبره، باز برش یک بار دوش میباشه، باز برش یک درد میباشه، باز برش لذت بخش نمیباشه، باز نفرت میداشته باشه از این عمل، از این همبستری نفرت میداشته باشه. این چیزا را باید مرد کاملا رعایت بکنه. مرد نباید زود یعنی همبستری را آغاز بکنه و زود کار خود را تمام بکنه. این کار درست نیسته. همین قسمی که خودت ارضای غریزه جنسی را دوست داره، طرف مقابلم ارضای غریزه جنسی را دوست داره، طرف مقابلم باید به اوج لذت جنسی خود برسه. متاسفانه اکثریت مردهای رعایت نمیکنه. اما از که مریضی‌های گوناگونی همسرش را دامنگیر میشه و نفرت پیدا میکنه و بالاخره از همبستری دیگه دلخور میشه، نمیخواد که همبستر شوه. وقتی که او در اوج لذت جنسی خود برسه، بازو دوست می‌داشته باشه که همیشه با تو همبستر شود. در غیر صورت اونا خود به خود با این تو روش، با این تو استفاده کردن روش نادرست، اونا خسته میشن، باز اونا همبستر نمیشه با همسر خود. چیزا رو باید رعایت بکنه. اول راه زود انزالی که کسی از زود انزالی خود جلوگیری بکنه، با دکتر مراجعه بکنه. دوم، اگر راهی وجود نداشت، امو چیزهایی که باعث تحریک غریزه جنسی خانمش میشه یا باعث زود انزالی خانمش میشه، از اون روش استفاده بکنه. حالا بعض مواقع در وجود زن یا بعض موضوعهای در وجود زن، در بدن زن وجود داره که باید هر کس باید خوانده باشه، هم از دید دینی و هم از دید روانشناسی باید خوانده باشه که کدام موقعیت‌های وجود داره در بدن خانمتان یا در بدن خانم هر کس وجود داره که باعث تحریک غریزه جنسیشان میشه، باعث رسیدن به اوج لذت جنسیشان میشه و روش رو باید شوهر بفهمه. اگر نفهمه، این باعث نفهمی جهل است، این نادانی هست، رو باید بفهمه. دیگه ادبی که باید رعایت شوه در همبستری، استحباب وضوح جهت تکرار عمل جماع هست. یک کس اگر میخواه که مثلا در یک شب 2 بار با همسر خود همبستر شوه، تصمیمش برمی هست، مستحبی هست که وقتی یک کسی در ابتدای شب با همسر خود همبستر شد، حالا تصمیم از این رو داره که بخوابه، بعدش باز یک تصمیم برش در ذهنش ایجاد شد که یک همبستری دیگه هم باید داشته باشه، میان 2 همبستری مستحب هست، یک کار پسندیده است که باید وضو بگیره، وضو بگیرن، بعدش دفعه دومی باز اینها نزدیک شده میتونه. یک کار مستحب است. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. میگه وقتی که کسی از شما با همسرش مجامعت کرد، همبستر شد و میخواد دوباره کار را بکنه، این خوب است که وضو بگیره. و این جواز داره که یک کسی 2 همسر داره یا 3 همسر داره یا 4 همسر داره، اینا جواز جماع یعنی همبستری برشان اجازه است که با یک غسل با چند همسر خود اینا همبستر شوند. با یک غسل، مثلا با یک همسر خود اینا همبستر شدن، همسر دومی که وقتی همبستر میشن، ضرور نیست که وقتی که با همسر اولی اینها همبستر شدن برن غسل بکنن با همسر دومی همبستر شدن. میشه که با هر دویشان همبستر شوه یا با هر سه‌شون همبستر شوه و بعدش بره و غسل بکنه، دیگه هیچ اشکال وجود نداره. و دیگه ای که شستن دستها جهت خوردن یا نوشیدن چیزی، یک کسی تصمیمی از این رو داره که بعد از همبستری چیزی بخورن یا چیزی بنوشن، خوب است که دستا شسته شوه.
دستا شسته شوه، چون شاید دستها در محل نجاست اصابت بکنه و باعث بی‌نظافتی شوه. دستا باید شسته شوه در وقت خوردن. یعنی این مشکل نداره که کسی بعد از همبستری چیز بخوره. بعضی کسا سوال میکنن که بعد از همبستری در حالت جنابت خوردن چیزی هیچ مشکلی نداره، به شرطی از که قبل از اون نظافت رعایت شوه و دستا شسته شوه. دیگه ادبی که رعایت شوه باید در همبستری، عدم همبستری در حالت گرسنگی شدید یا سیری شدید. این اطباء منع کرده، دانشمندای حوزه پزشکی کار را منع کردن که در حالت گرسنگی شدید و در حالت سیری زیاد باعث بعضی مرضی هایی میشه که نباید کسی در این حالت نزدیک شوه. و همچنان ادب دیگه‌ای که باید رعایت شوه عدم زیاده روی در جماع. من پیشتر یادآوری کردم که در هر چیز تعادل مد نظر گرفته شوه، افراط و تفریط نشوه. عده‌ای از انسان‌هایی هستند که شهوتشان بی نهایت بالایشان غالب است و در حد زیاده روی افراط میرسند، در حد زیاده روی افراط میرسند که طرف مقابل را، همسر خود را از همبستری خسته میکنند. اما توانایی جسمی که در مردها وجود داره و توانایی جسمی در زنها نیسته. پس وقتی که توانایی جسمی و جنسی در زنها وجود نداره، نباید مرد زیاده روی بکنه و مرد افراط بکنه. در حد کفایت، به حد که هر دو طرف نیازهایشون برآورده شوه، دمو حد اینها هم بستر شون. اضافه تر از او باعث امراض مختلف و گاه منجر به مرگ میشه، باعث ضعیفی انسان در آینده ها میشه، باعث مرضی های گوناگون. در هر چیز افراط نشوه و تفریط هم نشوه، بلکه حد میانه‌اش مد نظر گرفته شوه. و آخرین چیزی که مد نظر باید داشته باشه خانم و شوهر در آداب همبستری، افشا نکردن رازهای همبستری. رازهای همبستری نباید افشا شوه. عده‌ای از رفقای عادت دارن که وقتی با رفقای خود چی شدن، در یک مجلس نشستن یا با یک رفیق خود در یک جای تنها شدن، بس تمام مسائل جنسی که در بین هی و همسرشان گذشته تمامش حکایت میکنه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث را مسلم نقل کرده از ابو سعید روایت است: ان من اشر الناس عند الله منزله یوم القیامه الرجل يفضي الى امرأته وتفضي الیه ثم ينشر سرها. میگه بدترین انسان در روز قیامت نزد خدا و کسی است که با همسر خود همبستر میشه و بعدش اما رازهای درونی همبستری خود را با دیگران شریک میسازه. این کار را نه زن اجازه داره و نه هم مرد اجازه داره. این مسائل باید رعایت شود. این از آداب همبستری بود. در آداب همبستری رعایتش نباید زن کوتاهی بکنه و نباید شوهر کوتاهی بکنه. شوهرها بیشتر در این مورد توجه داشته باشند که خانم‌ها و همسرای خود در این مورد آزرده خاطر نشن، چون اکثریت اوقات زنگ و تماس که میه یا پیام میه در این مورد شکایت های وجود داره. این موضوع رو به مو خاطر یادآوری شد. همین قسمی که مرد قوه جنسی در درونش وجود داره، همین قسم در درون زن هم وجود داره. نیازهای هر دو طرف موافق میلشان با تمام رعایت تمامی شرایط و تمامی ضوابط و قواعد باید رعایت شود. این باعث ازی میشه که هر دو طرف در دل یک دیگه جا بگیرن، هر دو طرف کمال یک دیگر احساس بکنن که کامل هست، این توانایی هر کار را داره، توانایی پیشبرد مسائل خانوادگی را داره. این مسائل باید رعایت شود. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده، اشتباهی لفظی، خطای گفتاری و علمی رو به بزرگواریتون عفو بکنین. این درس ها از هر طریق که میتونین به دوستایتون برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.